منو توی بندر بردن. اون منو میفرسته پیش این منو میفرسته پیش اون، هر کدوم یه چیزی میگن. هی اومدم هی رفتم، هر کاری کردم حاضر نشدن یه پاپاسی بهم بدن. حاضر شدم 1000 تومن به 300 تومن سول کنم، نشد. گفتم اصل و فر روزی 2 گرم بهم بدین تا تموم بشه، ندادن. تا الان 60 تومن به علی کچل وکیل دادم، کارم درست نشده. تازه میگه 40 تومن دیگه بردار بیا کارو درست کنم. اونم هی منو میچاپه. حالا هم که اصلا زدن زیرش. اون خونه هم که گرو داشتم به جز پیش من قبلا 10 جدی هم گرو بوده که همیشه خبوتراب دستنده کارش بوده و به ما چیزی نگفته. کاغذ دروغکی برام ساخته. آخه این چه شهریه؟ حاکمش دزده، وکیلش دزده، سیدش دزده. پول آدمو میخورن، بعد دست به دست هم میدن، آدمو تو مردم خواب کنن. آخه چرا؟ بیا بریم زایر. زایر، معامله و کسب و تجارت یک سرش نفع، 100 سرش ضرر. اگر بنا بود همه معاملات نفع کنن که کسی ورشکست نمیشد، تو بی خود میای و میروی و وقت خودتو حاج عبدالکریم رو تلف میکنی. برو به کار و زندگیت برس. حاج عبدالکریم دروغ نمیگویه، او هیچ وقت پول کسی نخورده. رو پیکارت پول دادی به معامله، اقبال نداشتی، سوخ شده. نه سوخ نشده، خورده شده. خود گندرجه میگفت هر ماه یه چیزی روش میاد. نگاه کن کل جنس بزازی تو کنه و پولمو نمیده. چشم بخیلش کور شه. اصلا برو پاره خراسان بردن. خودت ریشخند مردم نکن و از کار و زندگی ننداز. رو پیکارت بیا بریم زایر. بیا بریم. اینا مردم بوشهر به 4 میخ کشیدن. اینا 4 تاشون با هم میخورن. خون خیلی حالا تو شیشه کردن. تو تنها نیستی. برو حوالهشون بده به تیغ برهنه حضرت عباس.